گاه آنچه را که ما بد می‌بینیم برای ما خیر است. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. کشتی در بحر باری سوداگران را انتقال می نمود. در اثناء سفر از وزن بار کشتی نزدیک بود که غرق شود. صاحب کشتی به سوداگران امر نمود که قسم از بار خود را به بحر پرتایند و انتخاب بار را به خود سوداگران حواله کرد. سوداگران به خلاصه آمدند که تمام بار یک سوداگر را به بحر می پرتایند. زیرا او باری زیاد داشته و سوداگری نو بود، ولی آن سوداگر ضدیت نشان داد. سوداگران به غضب آمدند و هم خود او و هم بارش را به بحر پرتافتند و سفر را دوام دادند. سوداگری در بحر پرتافته بالای چوبی برآمد و مدت پس موجهای بحر او را به جزیره بی آدم پرتافتند. آنجا از چوب و خس خانچه درست کرد و از میوه‌های درخت‌ها زندگی خود را می‌گذراند. زیاد عبادت می‌کرد، پروردگار را شکر می‌گفت که زنده مانده است و دعای نجات می‌کرد. چند روز پس شمالی سختی وزید و خانه‌اش آتش گرفته سوخته نابود شد. چون او این حال را دید، ضعیفی انسانیش بالا گرفت و فغان کرده گفت: ای پروردگارا، من چی گناه کردم که مرا به این حال گرفتار کردی؟ همه ای بارم غرق بحر شد. خودم نزدیک بود غرق شوم. حالا در جزیره بی آدم مانده ام. یک خانچه داشتم، همان هم آتش گرفت. سوداگر چنین سخنها را گفته خیلی غمگین شده و از شدت غم و گرسنگی خوابش برد. مدت پس از صدای انسانها بیدار شد. چشم گشاده دید که کشتی نزد ساحل ایستاده است و برای نجات او کمک کردنی است. این را دیده شاد شد و شکر الله نمود. چون سوداگر وارد کشتی شد، از آنها پرسید: مرا چگونه دریافتید؟ آنها در جواب گفتند: البته از دود آن آتشی که افروختی. خیلی خوب کردی که با دود به ما اشاره کردی، وگرنه از کجا می دانستیم که در این جزیره انسانی هست؟ شاید تو از آن کشتی خلاص شدی که چند روز پیش غرق شد و همه سوداگرانی که در آن بودند هلاک گشتند. چون سوداگر عاید کشتی غرق شده پرسان شد، فهمید که آن همان کشتی است که از آن سوداگران او را با بارش به بحر پرتافته بودند. سوداگر سر به سجده گذاشت و الله را شکر بی عدد گفت، چون او دانست که تنها الله او را در حفظ حمایت خود نگاه داشته است. بله برادر و خواهر ایمانیم، الله هر کاری را که برای بنده تقدیر می کند برایش خیر است و این را گاه بنده درک می کند و گاه درک نمی کند. پس اگر به مشکلی ها و مصیبت ها دچار شدیم غمگین مشویم، شاید آن برایمان رحمت باشد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.